استحضار ملت شریف، بزرگ و قهرمان ایران میرساند. دشمن در جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خرد کننده شده و به برکت خون پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای سلام الله علیه، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله و مجاهدت و رشادت رزمندگان اسلام در جبهه ها و به ویژه حضور تاریخی ماندگار و حماسی شما ملت عزیز در صحنه، از همان نخستین روزهای آغاز جنگ ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرد و امریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای خود نمود که در آن امریکا به طور اصولی متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنیسازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای